مفتی تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون توصیه داده است که هنگام کار در این انشاءات بزرگ روزه نگیرند. روز 1 مارس در تاجیکستان آغاز ماه رمضان اعلان شده است که یکی از فرضهایش گرفتن روزه برای مسلمانان است. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علماء تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری دولتی خاور گفته است که کارگران راغون می توانند در روزهای استراحت روزه قرضی بگیرند. شخصانی که کار از حد پرمشقت انجام می دهند، خصوصا کارگران نیروگاه برق آبی راغون، می توانند در روزهای کاری خود روزه نگیرند و در وقت دیگر مناسب روزه قضا بگیرند، گفته است سید مکرم عبدالقادرزاده. او تاکید کرده است که کار کارگران راغون از حد پرمشقت است و بهتر است که آنها روزه ماه شریف رمضان را نگرفته آن را در فرصت دیگر ادا کنند. این بار اول نیست که سید مکرم عبدالقادرزاده چنین فتوا می‌دهد. اظهارات او در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی را به میان آورده، برخی از عالمان دین او را تنقید کرده‌اند و می‌گویند که این فتوا نادرست است و مفتی مسئله را نادرست درک کرده است.